پیشنهاد عجیب لیلا خان، هنرمند پاکستانی برای آریانا سعید. لیلا خان کیست و از آریانا سعید چی درخواستی داشته است؟ آریانا سعید آیا پیشنهاد لیلا خان را قبول کرده است و یا خیر؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. لیلا خان، هنرمند پاکستانی خوش صدا، خوش سیما که دارای شهرت و محبوبیت خاص هنری در میان هنرمندان افغانستان و پاکستان است. لیلا خان همیشه در صدد و کوشش این بوده که با هنرمندان افغانی آهنگ‌های مشترک و دوگانه ثبت کند. لیلا خان با رجارایش، عالیه انصاری و زهرا الهام آهنگ‌های دوگانه ثبت کرده است. آهنگ‌های دوگانه لیلا خان با هنرمندان افغانی بازدید بیش از 10 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. جدیداً این هنرمند پاکستانی پیشنهاد اجرای آهنگ دوگانه برای آریانا سعید داده است. آریانا سعید اجرای آهنگ دوگانه با لیلا خان، هنرمند پاکستانی را کاملا رد کرده است. این همه در حالی است که آریانا سعید تاکنون بجز خانم نغمه و انگامه با دیگر هنرمندان خانم حتی از افغانستان آهنگ دوگانه ثبت نکرده است. آریانا سعید نخواسته با این هنرمند پاکستانی آهنگ دوگانه ثبت کند. آریانا سعید همیشه آهنگ‌هایی می‌سازد که شهکار در هنر موسیقی افغانستان باشد. آخرین آهنگ‌های دوگانه وی با شبنم ثریا، هنرمند تاجیکی، مورد حمایت و تشویق فراوان علاقه‌مندان و طرفدارانش قرار گرفته است. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان آریانا سعید و لیلا خان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.